الو، سلام مسعود جان. مسعود جان، مامان جان، ما در آستانه شکوهمند اسلامی برای چه رفتی گفتی من وعده هایی دادم و یادم نرفته؟ ما به همه چیزا و شعارهایی که دادیم عمل خواهیم کرد. وا مامان جان، شما الان چند ماه رئیس جمهوری؟ برو بگو وعده نداده بودیم و اگرم داده بودیم همه چی انجام شده، همه چی در بهترین سطح خودش، در بالاترین سطح خودش چیز شده. خدایی نکرده نمیگی یه موقع برق خونه های مردم وصل باشه، تلویزیونشون روشن باشه، یه نگاه بکنن ببینن تو داری میگی یه وعده داده که خدایی نکرده انجام نشده، اونم تو میهن عزیز اسلامیمون، توی این پهنه پاک آریایی وعده داده شده انجام داده نشده، بعد تو میندازی اینو گردن خودت. مامان جان شما رئیس جمهوری تو پیروزی جشن شادی سالگرد پیروزی قشنگ خفن، برو بگو همه چی عالیه، همه چی خوبه، ما خیلی پول داریم، ما خیلی قشنگیم، گل بلبل سنبل سوسن و یاسمن آید. رفتی اومدی گفتی ما وعده دادیم هنوز انجام نشده، ولی یادم هم نرفته. یادت بره مامان جان، یادت بره. سعی کن وعده رو از این دهان که خارج میشه رهاش کنی بره. این وعده اگر مال تو باشه به تو برمیگرده، اگر مال تو نباشه میره. آدم وعده نمیده که انجامش بده، که آدم اگه میخواد انجام بده میره انجام میده. وعده اصلا مال اینه که بدی ندی. وعده رو کی داده کی گرفته اصلا؟ فهمیدی مامان جان؟ دفعه بعدی اقتدار، قدرت نمایی، همه چیز عالیست، همه چیز خوب است، از این کارو بکن. من برات چیزای سال قبل رئیس جمهور قبلی ها رو اینا رو همه رو برات میفرستم، برو ببین اونا چی گفتن دیگه، همونا رو بگو. اول از همه که همه کارا رو من انجام دادم، درست انجام دادم، خیلی هم من خوبم، خیلی هم من گلم از من بهترتر نیست. خب تا اینجا اگر جایم اومدن گفتن اینجا کمه، اونجا زیاده، اونجا قطعه، اونجا وصله، بگو اینا رو من داشتم انجام دادم، اومدن جلومو گرفتن. اینطوری این شکلی آدم مملکت داری کن. 4 سال دیگه دوباره میخوای رأی بیاری مامان جان؟ با این حرفایی که میزنی هیچکی بهت رأی نمیده. خیلی آمار رأیت میاد پایین. نه خیلی پایین تر از این دفعه دارم من بهت میگم دیگه. حالا شما خود دکتری بلدی آمپول بزنی، اینا رو بهتر تشخیص میدی. والا